رسانه‌های روسیه معتقد به معلومات منابع نزدیک به کمیته تفتیشاتی این کشور نام‌های هر دو زاده تاجیکستان را که به تیرباران ده‌ها نفر در مشق‌های در ولایت بلگراد ایبدار می‌شوند نشر کردند. بنا به گزارش‌های نشر شده این دو نفر شهروندان تاجیکستان مهراب رحمانوف و امینزاده احسان تاج‌الدین سالهای تولدشان 1999 و 1998 میباشند که اختیاراً به صف ارتش روسیه پیوسته با وزارت مدافع این کشور قرارداد بسته بودند. نشریه لنترو با تکیه به منبع‌هایش خبر داد که مهراب رحمانوف و احسان امینزاده از جانب کمیساریات حربی نویه چرتانوی شهر مسکو سفربر شدند. آنها روز 11 اکتبر سال 2022 به حدود قسم حربی واقع در دهه سالوتی ولایت بلگراد آمده. شام 15 اکتبر هنگام مشق تیراندازی ازدحام همخدمتان خود را تیرباران کردند. در نتیجه 11 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. خود مهراب رحمانوف و احسان امینزاده نیز با آتش جوابی کشته شدند. رادیو آزادی قبلا خبر داد که خبر کشته شدن احسان امینزاده را پدرش که کارمند حکومت ولایت ختلون بوده است تصدیق کرد. در همین حال پایگاه خبری استرا میگوید توانست با یک شاهد حادثه که حالا در بیمارستان شهر ولوی که ولایت بلگراد قرار دارد صحبت کنند و برخی تفصیلات حادثه را به دست بیاورد. همصحبت این نشریه گفته است که سببگار تیرپرانی یک افسر با نام اندری لاپین شد که در نزد همه الله را سست و ترسو نامیده تحقیر کرد و به احساس مذهبی مسلمانان دعوت شده از جمله آن دو زاده تاجیکستان ناخون زد. این منبع همچنین میگوید تاجیک‌ها 3 نفر بودند. تصدیق گفته این همصحبت استرا توسط منابع دیگر فعلا امکان ندارد، ولی بنا به نقل او حادثه چنین رخ داده است. همش از آن سر شد که چند سرباز از داغستان و آذربایجان و دیگه گفتند که این جنگ ما نیست و میخواستند عریضه بدهند که دیگر خدمت نمیکنند. پادپالکوونیک اندری لاپین توسط فرمانده روتا از این خبر یافته همه را جمع کرده و گفت این جنگ مقدس است. بحث و تیلده‌ای سر شد و تاجیک‌ها به لاپین گفتند که جنگ مقدس این وقتی است که مسلمانان با کافرها می جنگند. لاپین گفت است پس اعلی ترسانچک است. اگر به شما اجازت نمیدهد تا برای کشوری که با آن سوگند سپردید بجنگید. به فکرم همین عباره الله را ترسوی و ضعیف نامیدن لاپین بسیاری ها را سخت رسید، چون که در بین ما از جمله در بین افسران هم مسلمانان زیاد بودند. بعد چند ظاهرا همه آرام شد، ولی بعد یکونیم ساعت وقتی ما را به مشق تیراندازی فرستادن 3 زاده تاجیکستان که با صورت قراردادی خدمت میکردند اتومات‌های خود را که با تیرهای جنگی پر کرده شده بودند به طرف فرمانده ما پادپالکوونیک لاپین گردانیدند و او را جا به جا کشتند. آنها سپس بالای ازدحام تیر کشیدند. به دیده من 29 کس کشته شد، با پادپالکوونیک لاپین 30 کس و با آن 2 زاده تاجیک 32 کس کشته شدند. شماره زخمی‌ها را انیق نمیدونم. یک قسمش را با چرخبال به بلگراد بردند، قسمی را مثل من به ولوی که چند دقیقه پیش از شروع تیراندازی آنها به مسلمانان گفتند که یک طرف بستید. در یادم است که یکی از تیراندازان بگزاد نام داشت. او سرژانت کلان بود. نام دومی انوش بود و سومی سرژانت خورد امی. نسبش را در خاطر ندارم، ولی امی گریخت. پراپورشیک سمیونوف 2 نفر آنها را پراند. سمیونوف آن وقت در تیرخانه بود. او با خود تفنگچه داشت و وقت تیراندازی نبود. وقتی فهمید که چی روی داد بیرون برآمد و هر دو تاجیک را پراند. سمیونوف امیر را هم از کتفش زخمی کرد، ولی او توانست فرار کند. به ما گفتند که او هنوز در حال فرار قرار دارد و تا حال دستگیرش نکرد.